علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما سوال دیگر این که شخصی که پیروی قرآن و سنت است از مذهب ابو حنیفه پیروی کرد این نفر کافر و مشرک می شود؟ کلا و حاشا، هرگز این گونه نیست. کسی که به همین نظر است در خطا و اشتباه خیلی عظیم و بزرگ است. اصل این مذاهب اینها دین نیستند که متاسفانه بعضی اینها دین یا درست کرده است، بلکه این مذاهب این مدارسی هستند این که بر آن قدر و استطاعتی که اون علمی که الله عزوجل برایشان دادگی هست قرآن و سنت تشریح کرده است، بیان کرده است. حالا آنچه که بیان کرده هستند اینها چون که مجتهدین این امت هستند، مجتهد میتونه که قولی حق بگد، میتونه که سخنش که فتواش یا که سخنش خطا باشد. و مجتهدی که حق گفته در اجتهادش به حق رسیده دو اجر میگیره، که اجری اجتهادی کرد تلاش کرده، که اجری اینکه امو فتواش که امو سخنش حق برآمده دو اجر میگیرد. اما مجتهدی که خطا میکند در آنچه که اجتهاد میکرد تلاش میکرد یک اجر میگیرد. یک نفر در رابطه به مذاهب باید که این گونه فهم داشته باشه. هیچ وقت مذاهب و اقوال ائمه و علما را مقدم و بالا از گفته الله و رسول قرار ندهد. عقیده اهل سنت و جماعت است که سخن الله و رسول مقدم است از همه سخنها. یا عقیده اهل سنت و جماعت است، چون که الله عز وجل میفرماید که یا ایها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله واتقوا الله. شما پیشگامی و پیشدستی در برابر الله و رسول نکنید. این سخن الله و رسول مقدم است از همه سخنها، دیده مقدم است. لهذا سخن غیر الله و رسول مقدم در برابر سخن الله و رسول قرار ندهید. این از بزرگترین بی‌ادبی در برابر الله و رسول است. و همه علما سخنش گرفته می شود و رد کرده می شود الا مگر صاحب قبر، چون که امام مالک رحمه الله گفتند. تمام ائمه گفتند که قرآن و سنت این مذهب ما است، عقیده ما است، راه روش ما است. ابو حنیفه رحمه الله گفته که اذا صح الحديث فهو مذهبی. وقتی که مدام که حدیث صحیح باشد او مذهبی ما است. اگر که سخن من مخالفتی با سخن الله رسول کرد، سخن من را به دیوار بزنید گفته که است. همه ای بیانگر این است که خود ائمه تشویق کرده هستند و بیان کرده هستند که شما از الله و رسول شما اتباع و پیروی بکنید، نه در آنچه که ما خطا کردیم و اشتباه کردیم، بلکه از الله و رسول شما اتباع و پیروی بکنید. از این خاطر یک نفر که پیروی قرآن و سنت میکند و از مذهبی در فقه از مذهب ابو حنیفه رحمه الله پیروی میکند و بر اساس فقه مذهب ابو حنیفه است، این در گمراهی نیست. زمان شخص در گمراهی میشود که متعصب میشود و حق قبول نمیکند، حدیث میاد و رد میکند و تأویل میکند. این شخص در گمراهی است. این شخص مذهب دین گرفته است. در این وقت برای این شخص در عقیده این شخص خیلی خطیر است. وقتی که یک نفر سخن یک امام، سخن یک پیشوا را مقدم از الله رسول قرار بدهد، در عقیده این شخص خطیر است. خطر خیلی عظیم و بزرگ است که سخن یک ائمه را، یک امام، یک عالم مقدم و پیش قرار بدهد از سخن الله رسول. بارك الله فيكم. عليكم